امروز از چینل یوتیوب فواد نادری در خدمت شما هستم دوستا. ما امروز آمدیم به یکی از مارکت های مشهور افغانستان، خصوصا در کابل. اینجا که دوستا که من اکثرت چیزای دستی، چیزای وطنی جدید میشه. طرف مثلا پنشیر و اینجا اگر شما برین مثلا لاجورد از زمرد دستی چیزاست. بله. طرف قندار اگر برین مثلا انار قندار نه. بله. یا مثلا بعضی چیزای دیگه، یعنی هر طرف که میریم واقعا چیزای بسیار با ارزش ما دیدم. نقشه بسیار زیبا، نقشه وطن عزیز ما، خیلی زیاد دوستش داریم. بله. از جان و دل کدام ما وطن خود دوست داریم و ما هم اینا قبول داریم و بالای قلب خود میکنیم. همین چی جادو از همین دستا که در این قدر مزه‌دار میه. همین رقم ما هم جور میکنیم. من نینکلا آشپز هستم. بله. علت چی است؟ علت تو دم دعا اگه باشه که او را ما یاد بدیم که ما ما رو که میبینید اینو جنس بلژیکی است. خب بله، اینا جنس بلژیکی درجه اول است. اینا میایه فی متر ازی دیگه $180 میایه. خب بله. اون سرخه که نشون دادی جنس چی بود؟ او جنس چی است؟ این جنس وطنی ماست. سلام علیکم دوستان و ستړي مسئ دوستای عزیز، مانده نباشین. خوش آمدید به یک برنامه ویژه ما. دوستای عزیز، فواد نادری در خدمت شماست. امروز از چینل یوتیوب فواد نادری در خدمت شما هستم دوستا. ما امروز آمدیم به یکی از مارکت های مشهور افغانستان، خصوصا در کابل. اینجا که دوستا که من اکثرت چیزای دستی، چیزای وطنی جدید میشه. ما هم خواستیم امروز به شما یک برنامه داشته باشیم و برنامه بسیار خاص ویژه به او کسا، به او دوستایی که اجناس و فرهنگ وطنی خود دوست دارن، علاقمندی به چیزای وطنی خود دارن. ما اینجا بر شما برنامه دارم، اینجا بر شما چیزایی را نمایش میدیم که انشالله کلگیتان دوست دارین و کلگیتان دوست دارین که در خانهتان باشه. ما امروز آمدیم به مارکت نجیب زراب. در اینجا دوستا قالین های وطنی مارکتش هست و اینجا هم پیش دکانی که داشتیم. انشالله در اینجا میریم قالین ها رو بر شما نمایش میدیم. دستباف های وطنی ما همو چی میگن، زحمات دست هموطنای ما رو به شما نمایش میدیم. دوستا قالین وطنی افغانستان در کل جهان شماره 1، یعنی در تاپ است، در بالاست. و متاسفانه باز بعضی کشورها مقصد کمه که از چی میگم قالینای ما دوزی هم کردن، بعضی دیزاینایش یا از نامش به نام خود استفاده کردن. خب انشالله بعد از این اتاق تجارت ما خصوصا حکومت افغانستان در کوشش ازی است که تولیدات وطنی ما رشد کنه و خصوصا به نام افغانستان. ما اگه این تولیدات استفاده کنیم واقعا بسیار زیاد با کیفیت بالا هستند. میگه تولید وطن افتخار وطن. خب دوستان میریم انشالله برنامه را از داخل به شما می داشته باشیم، با ما باشیم. خب سلام علیکم. اجازه است بدر؟ خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ دوستای عزیز، بیاین دیگه که شما را من نشان بدم در قالینای وطنی را. چطور هستین؟ خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ خب اول خدا به بیننده یک معرفی کو، باز بعد از او بیاین شما هم پیش بیاین، بیادرا بیاین که کامرامنای عزیز ما پیش بیاین. خب خدا معرفی کو، باز بعد از او میریم دیگه بخیر به زحمات دست خودتان دیگه. درست. سلام به هموطنان عزیز، مسعود حشمتی هستم، یک تن از قالین فروشای مارکت نجیب زراب.
خب بله. مسعود جان حشمتی بله. چطور هستی؟ شکر الحمدلله. شما دیگه حتما یا از ولایت فاریاب از جوزجان، اکثرا هم قومای ما که دیگه هستن ولایت فاریاب، جوزجان، بله. از این ولایت ها. شما از کدام ولایت هستین؟ ما از ولایت فاریاب هستیم، ولسوالی اندخوی. خب بله اندخوی پلاو دیگه. بله بله. دوستا کسایی که قابل دوست داره دیگه با فاریاب، اندخوی، ترکمن، یعنی بعض جاها دیگه نامش که بشنویم حتما اولی چیز ذهنش میاد پیش از قالین چی است؟ پیش از فیلم قابلی و کباب یادش میاد. امروز هست بازو چیز یا نه؟ بله هست امروز. خب بله خب اگه قسمت بود دوستا امروز ان شاء الله جمع نوشیجان میکنیم نمره مسعود جان. خیر. مسعود جان میریم دیگه پیش با ما بله. نمایش بده قالین را دوستا ببینیم، چون امروز برنامه ای رقم است که ما باید تولیدات وطنی را با دوستای خود نمایش بدیم، بگیم که ببینین بیاین تولیدات وطنی خود استفاده کنین و در ضمن این چیزایی را که شما در خارج میبینین به نام بعضی کشورها به نام خودش چی میگن نه؟ بله بله. کلش دیگه فکر نکنم دیگه کشورهای دیزاینر یا تولید کرده نه خیر نه خیر نمیتونن دیگه. اینجا ما انواع قالینای دستبافت داریم برادر دیگه، ما اینا رو به شما به نمایش هم میذاریم، میرو ببینین یک بار دیگه. خب پیش از اینکه ما در نمایش بریم درباره می تولیداتتان اگه معلومات بدین به بیننده کجا تولید میکنین، چی رقم هستن با پروسس چی رقم هست، نمیره اگه به کیا زیاد رول داره، چون زیادتر گفته میشه که دیگه خانم‌ها هم زیادتر رول دارن، خانم‌ها هم زیادتر میوافه دیگه کدام، یعنی مردها زیاد رول داره در بافتن زیاد خانم‌ها دیگه. ما ایره با شما از مراحل اول تولید بگیم دیگه، از تولید قالین دستبافت. خب قالین دستبافت دی هم مردا رول داره هم بانوای عزیز ما رول داره. بله دمی اولش که همی تار و پشم که اینا رنگامیزی و چیزا میکنن، اینا رو مردا میکنن. بله باز درسی بافت کس دیگه بانوای عزیز ما کس بافت باز بانوها میکنن. خب به خاطر از این که مسعود جان هم بانوی عزیز یا خانمای عزیز همشیرای ما شما زیادتر است یا زیادتر سلیقه بسیار خوبش داره، خصوصا در رنگ، خصوصا به ظریف بافی به نظرم دست از زیادتر خوبتر از مردا. ظریف بافی بسیار دیگه اینا استعداد دارن. بله بله. خب مسعود جان ایره که شما پشم ازی از کجا میه، تار ازی از کجا میه، کلش وطنی است یعنی از خارج هم شما وارد میکنین در افغانستان، باز بعد از کار میگیرین چی رقم هستی؟ در حساب پشم ازی هم پشم وطنی داریم، هم پشمی که از خارج وارد افغانستان میشه دیگه. با یک پشمی هست که به نام پشم بلژیکی میگن، اما پشم درجه اول. اونا از بلژیم میه، از کشور بلژیم میه. از پشم گوسفندای سفید هست دیگه. اون مردم همی فرم گوسفند سفید دارن. از پشم از همونا که همی تار جور میکنن دیگه، از او پشم هم از خارج میایده اینجا دیگه. در وطن خودمون پشم هست از پشم گوسفند است که باز او دیگه از او کیفیت های پایینتر درست میشه از او. بله دیگه باز حساب تنها همو یک پشم که از خارج میایده دیگه، رنگامیزیش کل رنگ طبیعی، رنگامیزیش همه چیز داخل افغانستان میشه، بافتش همه چیز داخل افغانستان میشه. تنها همی پشم یاش زیادتر بس بعضیاش از خارج بیان. بله بله. این پشم کلش از حیوانات است دیگه. بله یعنی دیگه پشم کار گرفته میشه، مثلا پخته و یا چیزام کار گرفته میشه یا نه پنبه. دی یکم پشم گوسفند کار گرفته میشه و دیگه دم ریشش که است بعض قالینا ریشهش از پشم استفاده میکنن، هم ریشه قالینه. باز بعضیش از پخته استفاده میکنن، برام براتون با نشون میدم. ریشه دیگه همو شمله را همو شمله را میگن. بله بله. اصطلاح هم دوست عزیز شمله آقای که است. بله. خب بسیار خوب. به حساب تنستیش میشه دیگه. تنستیش یکیش از پشم می باشه و بعضیاش از پخته می باشه. بسیار خوب. بله. خب دوست عزیز حال نوبت از این رسیده که بخیر قالین‌ها رو ببینیم، چون اینجا ما بسیار رنگای بسیار مقبول و بسیار زیبا رو اینجا می‌بینیم، انواع مختلف است. واقعا دوستا این رنگا رو که آدم می‌بینه میگه نه این شب بگیریم، باز یک دلت میگه نه که این شب بگیرم، باز دیگه میگه دلت میگه نه این بگیریم. با خاطر از اینکه هر کدام از این قدر عالی کار شده، این قدر مقبول. ما یک وقت فکر می‌کردم مسعود جان ما بعضی قالینایی که می‌خریدیم در یعنی قالینای بیرونی است، چون ما رنگ‌آمیزی و بعضی چیزا بود، ما گفتم شاید قدر نتونن هموطنای ما قدر مقبول نه به شکل دیزاین کنن. مگر مالی که می‌بینیم این رنگا و این دیزاین‌ها و این شکلایی که ساخته شده، فکر نکنم که در دنیا به شکل جور کرده بتونن. بله خصوصا دمی 4-5 ساله که میشه دیزاین‌های جدید زیاد برآمده
دیگه سابق یک چند دیزاین محدود بود اونم زیادی هم قالینای سرخ بود دیگه نام خدا دمی چند سال میشه دیزاین جدید بسیار زیاد برآمده قالین دست بافتم. بله خب یک چند دیزاینش با ما نشان بدید که ما ببینیم بینندگان ببینن که درست است. من حتما براتون نشون بدم. آرش جان بیا که نمایش بده. آرش جان هم هست که شما. آرش جان چطور هستی؟ بیا خوب هستی؟ جانتون جور است؟ خیر هستی؟ جان انگا جور ما؟ تبت یخشما؟ شکر. ازبکی ما خوب است یا نه؟ دوستای عزیز یک دیزاین قالینش که به شما میبینین در تصویر میبینین رنگ سرخ میاد دیگه نه مسعود جان؟ بالا این دیگه رنگ سرخ میشه که جان رنگ سرخ است دیگه نقشه از این از خامیاب نقشه دیگه همون جایی که این بافت شده همون جای همون منطقه به نام خامیاب است. ولسوالی است یا قریه است اونجا قریه است دیگه. بله قریه است. این اونجا بافت شده این قالین ما. خب خامیاب نقشه. بله خامیاب نقشه. خب این بسیار خوب است دوستای عزیز. یک چیزی که سعی کنین همین ارزش تولیدی وطن یک چیز بسیار مرا خوش ساخت. نام یک قریه وابسته به یک دیزاین شده. یک چیزی است که خدمت از با کسایی که دیگه زحمت میکشه. واقعا اگه دوستا شما ببینید اینا زحمات شما ببینید که به شکلی بافت داده شده. خب آفرین او دوستایی که کار کرده، آفرین او ذهنی که دی نقشه داده و استفاده شده. یعنی این کلش دست است. کار دست است. همین رقم است. این کار دست است دیگه. ببین با کدام دیزاین با کدام شکلی ساخته شده. واقعا بسیار عالی است. شما ایره ببینید بافت از اینا ببینید. خب یعنی سعی کنید دوستا اگه میره ما باشم کالای خان جورش میکنم. چقدر یعنی ظریف پاک کار شده نه میبینید؟ بله بسیار ظریف کار شده. خب وارجون چند دیزاین دارم پرتو. اینا کسایی که سرخ خوش دنیای قالین اومدن دیگه فعلا. اینجا سرخ با چقدر نرم هم است نه؟ بله یک وقتا سابقا قالینا بود بسیار خوش بودن نه؟ بله جور میکردن. سابقا که زیاد قالینای سرخ بود حضور شوشتم نمیکردن. اما دیزاینا رو چی میگفتن؟ یعنی هر خانه میرفت یک دیزاین بود. او را زیادیش که از قالین بشری بود، قالین قندوزی، دیگه قالین فیلپای بود. نقشش به نام فیلپای میگفتن. بله دیگه از همه قالین بود. گلای این رقم چارکون کرده که تاکی داشت. اما تو همون مر فیلپای. تو خانه نبود که زیادتر استفاده نمیکردن. اما تو دوستای عزیز از همیالی کردم مردمای کسایی که هموطنای سابق هم زیادتر یک کمکی چیزای وطنی دوست داشتن. هر خانه که میرفتی حتما مقالنای وطنی در خانه بود. حالا مگر مردمای استفاده قیمت از چی رقم کس استفاده نمیکنن؟ حالا از کجان از لحاظ مادی هم بگوین خب به خاطر که زحمت بالای زیاد میشه. قیمت نسبت به قالین ایرانی و ترکی که میبینین این قیمت تر است. بازم علاقمندای خود داره قالین وطنی. این مثلا این متر چند است این قالین سرخ؟ این قالین سرخ اگه جان متر فی متر ازی میایه $100. $100. بله. چند متر است اینمی؟ اینمی خود 6 متر است. 2 در 3. خب 2 در 3. 2 در 3. بله. یعنی متر مربع $100 دیگه. بله متر مربع $100. $600. بله $600. بسیار خوب. خب ارزش داره دوستای عزیز. خب اینم آرش جان تگاور کو. خب این گل به نام چی یاد میشه؟ این گل به نام آینه نقشه. خب بله این امو با یک حساب گلای 4 کنج از ایره ببینین. دیگه این نامش ماندن آینه نقشه. هم دوستای عزیز کسایی که ماسکتای آینه دوز یک وقت میگفتنیم بله خانای آینه دوز یاد میاد میبینید. همون تو سا خصوصا باز نمیوارسی ها که میشد یک دونه چی میگه آینه دوز 4 کنج بود. از واقع پوشیدین نه اینی هم قالینش. اینی هم قالینش است. بله. خب هی به نام آینه دوز. آینه نقشه دیگه. اینی بغلکایش هم دیگه چی کار شده؟ این بغلکایش هم دیگه خوین یک دیزاین دیگه با خودش که بخونه و یک دیزاین در اینجاش هم کار شده ایره. خب دیگه اینجاش منظور شما بود؟ اینی گلا رو میگم نه. این هم نام داره یا نه مکمل به آینه نقشه است؟ نه این مکمل دیگه نام هم قالین دیگه آینه نقشه است. باز 26 کس دیگه اون گلا رو کار میکنن که پیش از اینکه قالین خود جور شه حال در کامپیوتر
ایر گراف میکنن خب، اما خب. چیشه دیزاینش دیزاینش ها باز از روی دیگه پیش حتما نقشه مانده میشه که اینا کار کنه. بله بله باز همی گرافی کردن دیگه باز آه. اینا چندین دیزاین دیگه دمی آشیش مندازن میبینن که کدام بر از این خوبش میگه خب. بله اینمی دیزاین که براش خوبش گفته بوده گیر انتخاب مگه؟ کردن بله خیلی یعنی فکر کنم تقریبا مشخص نیست چه رنگ دیگه کار شده. اه، بیشتر شاید دی تقریبا 14 15 رنگ کار شده دی بله. بسیار زیاد رنگ است. اما چی میگه دمی قالینا که زیاد رنگش بسیار به سختی جور میشه و بسیار ارزش داره دیگه از لحاظ قالین. بله، کدام رنگ است؟ کل قالینام که است میبینین اینمی شما دمی قالین میبینین چند رنگ کار شده نه اینمی هر رنگ از این جدا دم یک دیگ فکر کنین 1 ساعت 1.5 ساعت وری جوشانده میشه همون تار که تم رنگ طبیعی که دم دیگ میدادن جوشانده میشه که همون رنگ دم تار بشینه خب بله دم تار بشینه تار از این باز تارای چی است؟ تارای همون پشم گوسفند است خویی هم پشم گوسفند است بله فقط پیشتر ما شما درباره همون چیش گپ میزنیم پخته که گفتیم اینی ریشش است همین تنستش اینی کس از پخته است بله باز از بعض قالینا کس همیشه از پشم است بله اینا را چند دیزاین دیگر هم اینجا برداشت میکنیم. آره جان بیار تو. آره جان مرا خو اینی رنگ از خب اینی رنگ من می رنگم یک چی کنین؟ همین رنگم. این رنگم من می رنگای مسعود جان این لاجوردی میشه دیگه نه؟ این رنگ لاجوردی است. خب ما یکی از رنگایی که خوشم او رنگ لاجوردی است. خب نه ممکن نام لاجورد خوشم چون از ولایت زیبای پنجشیر ما شماست. رنگ خصوصا لاجورد دیگه نه؟ بله این لاجوردی میشه دیگه نه؟ این لاجوردی میشه که نام غلط نکنیم دوستا اگه ما اشتباه کردم باز ببخشین که ما شما زمرد میگفته نه زمردی از اون رنگ هم است نه خب این لاجورد است. این لاجوردی است لاجورد دیگه در پنجشیرم است بله پنجشیر زمرد بدخشان این ولایت‌ها هم کوها که با هم وابسته هستن اینجا هستن دیگه ما بسیار زیاد ولایت‌های بسیار مقبول داریم مسعود جان هر ولایت ما یک ارزش خاص خود داره. فکر کنین این قالینا از طرف سمت شمال ما شما فاریاب بندخوی جوجان و طرف مثلا پنجشیر رو اینجا اگه شما برین مثلا لاجورد از زمرد از چیزاست طرف قندهار اگه برین مثلا انار قندهار نه یا مثلا بعضی چیزای دیگه یعنی هر طرف که میریم واقعا چیزای بسیار با ارزش ما دیدن میتونن. خب این دیگه این بنام کدام گل یاد میشه؟ این اگه جان کس این قالین مملوک نقشه میگن ایره مملوک نقشه میگن که دی رنگ چی کار شده رنگ دیگه لاجوردی رنگ لاجوردی کار شده دیگه این مملوک هم نام اونجا که منطقه است یا نه فقط نام مانده شده چی معنی مملوک نام ازبکی است چی است این مملوک هم دیگه عثمانیه خب این همون نام ازبکی است دیگه همون از سابق از روی یگان نقشا کس ترا کس همین نام بالای قالینا مانده شده بله دیگه رنگ از هم که میبینید رنگ لاجوردی است دیگه کیفیت از کس کیفیت هم بلژیکی درجه اول گفتیم همی است بله دوستا که میار رنگ میبینه آدم میگه که این رنگ ما بگیرم باز میگه نه این رنگ تو یک رنگ دیگه واقعا خیلی این تراهای از آدم ذهن از کار نمیکنه چقدر مقبولی را شاید کسایی باشن کلشون خارج خود چی نکردن نه خارج خود تحصیل نکرده کلشون از هموطنای خودمون دیگه نه کلش هموطنای خودمون دیگه اینا خودشون دیگه استعداد خاص دارن بله ببینید دوستای بعضی میگه که والا بعضی استعداد است که حالا در خارج یاد گرفته ایجا مگر ببین چی یک دیزاین بله شاید عمو کسا شاید باشه که حتی سواد نداشته باشه مگر همین رقم دیزاین رو عمو تو است بله ببینید امی ما در بخش در تولیدات خود که در کارخانه یک نفر داریم که تنها همین طرای جدید میکشه خودش بله بخیر یک روز شما که این طرایتون یک روز ما گپ بزنیم که چی استعداد باشه بخیر ان شاء الله میریم باز طرف سمت شمال فاریاب میریم دیگه در فابریکه میریم از اینجا باز بخیر یک گزارش بگیرین باز ان شاء الله کلش در نزدیک براتون اونا رو نشون میدم چقدر میشه خودت دیگه از تو دیگه امروزی که بدارم دست چپ راست شناخت دیگه در قالی چی هستی بله دیگه این کسب دیگه پدریسته بله کسب پدری است که دیگه از 30 سالم زیادتر میشه برادر از 30 سالم زیادتر میشه که ما دمی کار هستیم به کار قالین خب بسیار خوب آرش جان از کدام دیزاین دیگه هم نشان بدی؟ بله
خیلی شکر. خب این دیزاین به نام چی یاد میشه؟ این دیزاین دیگه گندم نقشه یاد میشه. خب. بله همین دیزاین خوب ساکن همون خوشه گندم واری است. خب بله گندم دیگه خوشهای گندم آمد وقت گندم هم است بخیر دیگه نه؟ بله وقتی گندم آمد. وقت بعد طراحیش هم چیزایی که مد نظر گرفته شد اکثرا چیزای وطنی. بله. وطنی نه. خب این خوشی گندم دیگه گفتن نه؟ بله. یعنی بسیار دیزاین این رنگ فولادی است. کسایی که رنگ فولادی دیگه کامکس رنگ است. فولادی و جگری می یا فولادی سرخ؟ فولادی و دیگه در بین گلایش یا سمندی کار شدگی است. رنگ سرخ ضعیف میگن از این کار شدگی است. چندین رنگ مختلف در قالین ما کار شده. از یکی از رنگایی که دوستا زیاد دوست دارن یکی از این فولادی هم است. بله. زیاد خوش میکنن. فولادی هم علاقه‌مندای خود داره. رنگ فولادی هم زیاد خوش میکنن. ها بیا بسیار دیزاین عالی، رنگ بسیار عالی، مقبول. بله. خب این قیمت ها فرق میکنه یا کلش یک قیمت است راستی نمیره ولی که نفر بگه $100 گفتی بله کو مدرنیت خانه یاری بعد $100 نه قیمت ها فرق میکنه نه قالی چند است جنس ها که از نظر بم کیفیتش از قیمت هایشون هم بله دیگه این جنس ما رو که میبینید اینا جنس بلژیکی است خب بله اینا جنس بلژیکی درجه اول است اینا میایه فی متر ازی دیگه $180 میایه خب بله او سرخه که نشون دادی جنس چی بود او جنس چی است این جنس وطنی ماست دیگه خب وطنی است یا دیگه امو جنس بلژیکی است اونا یعنی دوستای عزیز پشم از بلژیکی است بله بلژیک کدام طرف است ببخشید امو کشور بلژیم میشه دیگه به حساب صحیح یعنی او طرف هست از کشور بلژیم کشور نیوزلند دیگه جرمنی این از اینجا میاد پشم خب یعنی پشمایی که از اون طرف است دیگه اینا $180 به خاطر از دوستا پشم خود افغانستان که از به نظرم گمرک سرش نمه از خود وطن است بله مصارف سرش نمه کرایه نمیخوره یکم ارزان‌تر میخواد بله باز از سر دنیا که میاد طبعا مصارف داره بلندتر میشه حالا که نگوین که پشمای حیوانات و وطن ما بی کیفیت است نه فقط امو مصارفی که درآمد میاد کیفیت خود داره کیفیتش درست است دیگه باز دیگه مصارف بالا از این نمیاد دیگه خب بخاطر که دم وطن اینا چی میشه اینه دیگه اینا کسایی که از مالداری استفاده میکنن دوستای گوش کنین از گوشش کرده کما که همو چی میگه به تعداد زیادتر شود این رقم پشم چقدر که تعداد گوسفندا و همین مالداری و چیزا زیادتر شود باز این سهولت ها میاد دیگه تولیدات زیاد میشه نه بله خب دیگه اینمی خوب چیز شما میان اینجا یادآوری کردین همین بعضی تاجرای ما هستن که دیگه به حساب توانشون میرسن همین سرمایه گذاری دمی عرصه همین پشم قالین دمی افغانستان بکنن مثلا ما باید چرا از کشور بلژیم و یا نیوزلند پشم در افغانستان وارد کنیم باید خودمون از همون فارمای گوسفندای سفید داشته باشیم در وطن دیگه همین تولیداتش دیگه ماشینالاتش در افغانستان خودش داشته باشه بله دیگه خود ما تولید کنیم باز اینمی کیفیت اول کمیل ما این قالینا رو که براتون نشون دادم همون هم باز ما خرزان میگه همین گوسفندای سفید نیست در افغانستان نه گوسفند سفید نیست همین شما خارج دیده باشین همین گوسفندای سفید فرم اینا یک فرم گوسفند سفید دارن از پشم استفاده میکنن بله از گوشت استفاده نمیکنن هم پشمش درسته خب کسای کارتون دوست داره یک کارتونک است کلش گوسفندکای سفید است اونم گوسفندکا رو میگن دیگه دوستا خصوصا او البته در نگهداری نمیشه یا چی او شاید هم خوام فرق کنه یا نه نمیارن نسل شکست نمیاره یا چی رقم خب امیر ما نفهمیدیم که چرا در افغانستان درباره امی صنعت قالین دمو چیز توجه نشده در میارسی پشم او بسیار مهم است باید در افغانستان در خود افغانستان از امو تولید شود اول اونا ژنتیک از گوسفندا فرق میکنه فقط اونا گوسفندای پشمی هست دیگه از پشم از استفاده میشه بله نه گوشت نه هر مدت بعد پشم از نوک زیاد میشه دیگه ماشین میکنن فقط از پشم استفاده میکنن بله بسیار تشکر آرش جان اگه با ما چی نشان بدی چی میگه ترتوشکی و انتظار اگه داشته باشید دیزاین میشه اونم دو سال ببینن قالین کیلومتر هم از اینجا ترتوشکی از قالین چه
خب بسیار خوب. این سرتوشکی چی از دیگه سرتوشکی میگه دیگه نه؟ بله همون رنر است دیگه، همون سرانداز. ها. سرتوشکی همین سر توشک میندازن، بعض جای دالیس کس ها. خرد نباشه دو روز را بس- انداخته میشه. خب. بله باز یگان تو کس روی سر روی زینه میره میندازن. خب سرتوشکی ماست. خب بسیار خوب. بله این آراجان بازی می مترانه است یعنی مکمل سودا میشه؟ این متراژ سودا میشه خب برادر. بله این چند از بود مترش؟ این متراژ از این کس این $180 است. این همین کیفیت اول است. این بافت ازش میبینید. خب کوین بلژیکی است. خب بله. بسیار خوب. خب یعنی چیزایی که کسایی که میخواد مکمل خانه را وطنی بسازن اینی هم سر توشکیش. بله ها باز ما سرتوشکی ها به کیفیت های دیگه هم داریم دیگه. این کیفیت اولش است دیگه، با کیفیت ولایتی هم داریم دیگه، وطنی هم داریم. خب بسیار بله دیگه اونا رو هم باز اینجا بر شما به نمایش میمانیم ببینیم. خب سعید بله. او را هم خیلی دوستی نشا میبینیم. مسعود جان بله این چی رقمی سه سرتوشکی است دیگه نه؟ اینجا فرق ما داره بر که- شما یک سه کیفیت سرتوشکی ها رو اینجا آور کردیم خب دیگه. اینی سرتوشکی ما رو میبینین این سرتوشکی اما بلژیکی است. بلژیکی بله است. از اون پشم تار بلژیکی جور شده ای. خب بسیار خوب. بله بافت از این بسیار ظریف است. خب باز این سرتوشکی ما رو میبینین این سرتوشکی ولایتی است. هیچ قدر مقبول کار شده دوست. بله. ببینید قدر چی میگه دل میبره میگه نه؟ بله بله همون همون از رنگ سرخ هم آه. بله خب دیزاینش نه سفید و سرخ و سیاه مثلا رنگا که ظریف کار شده مثلا مقبول بله کار شده. بله دیگه اینی سرتوشکی دیگر هم که براتون آور کردم خب این قایله چوب رنگ است. چوب رنگ. بله خب، قایله چوب رنگ است دیگه. پشم این از این قالینوک است. آه. سرتوشکی است قالینش هم است. بازی می خود وطن تولید میشه، پشمش در غزنی تولید میشه. خب، بله این یک چیز ابرش میگم تو شاخ چمون رقم نیست ابرش از چی است؟ بله آن متر چیز است. یک ساخته شده من شکلش نه؟ بله اینا رو شما خودتون از لحاظ کیفیت آه. اینا را یک بار مقایسه کنین. اینی دیگه در خود وطن ما چی میشه. خب همین پشمش در اینجا هم جور میشه، هم بافتش کل چیز در اینجا. باز پشم از اون کسی از خارج میاد دیگه، بافتش رنگ‌آمیزش کل چیز داخل وطن میشه. بله کمی سخت‌تر یا بسیار نرم نه؟ بله خب بسیار خب دیگه قالینای کیلومتر ما رو میبینین. سعی سا او را میبینیم. درست آراجان کمک شما میتونی. نه آرژان دیگه والا کمر درد کنی نفره. ده آرژان دیگه پالوان است. خب نمیشه نام خود یک تا آراجان احتیاط کنی مقصد خب. کل فایده این قالینای که رنگ خاص است. خب بله دوست عزیز اینجا دیگه که میبینی هر قالین پیشتر ما گفتم که یک دیزاین یک شکل و یک مقبولی خود داره. خب این را گفتین یک چیز خاص است؟ بله بسیار دیگه. خب این رنگا را ما زیادتر جای دیدم بسیار من دوستم داره این رنگ نه؟ بله این رنگ تقریبا دیگه چی گفتم میشه؟ کدام رنگ هستی؟ قوایی یا نه دیگه رنگ است؟ رنگ تقریبا یاسمندی دیگه. خب بسیار تیز نه هم یاسمندی سوز. سعی که دوستای دم رنگ که نشناسی یاسمندی کجا و قوایی کجا ما چه رنگا را چه نام میگیریم. خب بله یعنی رنگ هم ببینید شما این نقشی از ایران دیگه از ایران. چقدر مقبول واقعا دوستا. یعنی قالین ما کس نادر صاحب ها قالین 12 متر است. خب. 3x4 3x4 بله. 12 متر. 12 متر. آه. دیگه کیفیتش هم کیفیت بلژیکی است. خب نقشی از این کس دیگه شاخه گل گندم میگن، هم شاخه گل است نقشیش. این قالین باز متر چند می؟ متر از این نادر صاحب فی متر از $200 می. $200. بله به خاطر که بافت از این بسیار ظریف است. ها. بله شما بافت از این رو ببینید. ها چه بافت داره. ایره تو دوستا پشت کامرا میبینید شما میبینید دوستای ما میشم میتیره. خب بسیار یک بافت خوبش داره این قالین. خب بله واقعا شاباس به او دوستایی که کار کرده واقعا ما از لحاظ دیگه معنوی بگوین دیگه خانمای عزیزم بانوای عزیز همشیرای ما بسیار زحمت کشیده برای از قالینا دیگه. هر گره از یک از خود یک معنای خاص داره. خب یک قصه در هر گره از این است. خب یکی از قصه‌هاش همیشه مثلا بگویی مثلا چی رقم
که دوستا بفهمن، یعنی هر کدام از اون که میندازن دیگه چی میگن یک ارزش خاص خود داره شه. بله از لحاظ معنوی که از بجز از اینکه بگیم که از لحاظ مادی از لحاظ مادی خود ارزش خود داره. بله دیگه از لحاظ معنوی دیگه ارزش از بسیار بالاست. دیگه بانوهای عزیز که از بالا از بسیار زحمت میکشن. دیگه پیشتر هم خودم براتون گفتم هر گیره از این کس یک قصه داره از خود. همو بانوهایی است که بانوهای شجاع است که این قالین‌ها را میبافه، زحمت زیاد بالایش میکشه. نباشه یعنی ما شما مرد هستیم، نه همین قالین‌ها را به ما بده ما شما باف نمیکنیم، همین را نمیتونیم. همونا هم توانایی را دارن، هم قدرت دارن که حوصله دارن، بسیار حوصله کار داره، بسیار زحمت است بالایش. دیگه این تقریبا بافت یک تخت یعنی 12 متر تقریبا براتون بگویم همین 10 ماه وقت میگیره. 10 ماه وقت میگیره. 10 ماه وقت میگیره بله. یعنی 10 ماه وقت دوستای ما فکر میکردم شاید یک ماه جور شود. نه بسیار زیاد بالا است. 10 ماه که میگیره دیگه 400 دلار میتره. از همین خاطر باز هم از لحاظ معنوی بگوین ارزش بالاست، هم از لحاظ مادی بالاست. ایده باز اینم یک قالین یک نفر کار میکنه یعنی چند نفر کار میکنه؟ اینم یک قالین دیگه دمی کارگاه که اینم یک 12 متر نصب کنه بالای ازی شاید اگه 2-3 نفر کار میکنه. 3 نفر کار میکنه. هر کس شاید که گل بندازه که مثلا هر کس وظیفه‌اش معلومه. از روی گرافشون که است دیگه تعدادشون زیاد باشه 3 نفر 4 نفر هم میتونه کار کنن. بله ما خوبه با کسایی که میبافه خانمایی که میبافه ایران با چی رقم میپردازین میترانه میباف برشون پرداخت میکنین مکمل قاین لکی یا جور کردن میتونین چی رقم با چند است اینا کس حقوق از بانو کس امی کارگر که بالای امی قالینا کار میکنه مترانه داده میشه. بله دیگه فی متر 120 دلار همین مقدار داده میشه. کم زیاد دیگه تا درآمد دیگه. بله خب واقعا اینجا که میبینین 120 دلار یعنی فکر کنین نظر به زحمت از 10 ماه زحمت که میبینه نه آفرینشان. بله آفرینشان. خب امونام دیگه به حساب اکه جان امونام مجبور هستن دیگه. نه خوب است ما کار کردن وظیفه انجام دادن هر بخش که باشه این یکی از بخشای زندگی ماست، به خاطر امرار معیشت زندگی خود یا به خاطر پیشبرد زندگی اولاد نفقه فامیل هیچ چیزا ما از کار کنیم. حالا خودت مثلا سودا میکنیم ما مثلا بخش دیگه اینمی کار کردن است که زندگی پیش میره. بله و بعضیا باز کار خاص که میکنه یعنی دیگه زحماتشون. خب دیگه باز امی یک توصیه ما به می قالین بافامی است که می دخترایی که سن چیره پورا نکردن دیگه سن 18 و 20 خورد هستن بالایش همین کارا بکنن باز اونا از دیگه خیلی مثلا دیگه باره قالین میشنین شما دم و کار میکنین کمر نمیمونه براتون زانو نمیمونه گردن کل جای خلاص یک عوارض پیدا میکنه یک جان انسان. خب یعنی تا که سن از جسم انسان هم و صحت انسان بله پورا میشه دیگه باز بعد از اون میتونه کار کنن تا قوی باشن. قوی باشن. اما من از این خاطر میگم که افراد چیه همین دخترایی که سنشون پایین است دیگه بالا کار قالین نشون اونا را. بله که دیگه چی میگم روح کار سخت است. خب تشکر مسعود جان. دیگه چیزی هم داریم ما ببینیم؟ دوستا اینی دیگه گیلم ما میگیم کسایی که گیلم دوست داره یا گیلم هم دارن دیگه یعنی بله رنگای مختلف دیزاینای مختلف یا به نظرم از قالین که بازی ارزان تر از دیگه نه؟ بله اینا ارزان تر از دیگه. فی متر از اینا می 25 دلار. خب 25 دلار به فی متر 25 دلار می اینا گیلمای میمنگی است. خب گیلمای چوب رنگ است. اینا در ولایت فاریاب در میمنه بافت میشه در مرکز. خب یا وطنی است دیگه. یعنی متر 25 دیگه 6 متر می هم دیگه. ای 2 درصد از 6 متر گیلم است. یعنی کسایی که مثلا گیلم دوست داره بس بعض جا ایران میتونه یا راحت میخواین خارج از افغانستان ببرین این هم یک چیز سبک میشه. خب مسعود جان تشکر. بسیار چیزای زیاد مقبول بود دیدیم واقعا رنگا بسیار زیاد است. کسایی که میخواین بیرون از افغانستان ایران
مثلا علاقمندی پیدا کرد که مثلا مسعود جان قالین فلانی را با ما میخوایم دلیوری کنین یا روان کنین یا یعنی رقم سیستم هم شما دارین ندارین که باز کسی از دیگه کس نداره خود شما چی رقم خدمات دارین برش؟ خدمات دیگه مو ارسال دیگه به سر جهان است. بله در هر نقطه جهان که مشتری ما باشن یا هموطنان عزیز ما باشن که قالین از ما چی بخواین قالین انتخاب کنن یا بخواین در پیششان ما میتونیم براشون در 15 روز کاری براشون قالین دادن دروازهشان برسانیم. دیگه بله. یک چیز نگفتن اما پول پرداخت دلیوری سر خودشان از دیگه حتما. بله خدمات کارگو میشه دیگه. کارگو. بله دیگه اینجا خدمات کارگو هم ارسال داریم ما دیگه. بازی شما هدفتون از این بود که پول کارگو پول کارگو بله دیگه مسئله مشتری می باشه. فقط شما میخواد بکنین که در کارگو تسلیم میکنین و اوجا برشان برسانه. بله خب باز ما اکه جان دیگه ایت چی نداریم که بعضی شاید در سوشال میدیا شما هم دیده باشین بعضی هموطنای ما هست در میسنت قائل نستن دیگه اونا خدمات کارگو رو باز رایگان چی میگن رایگان گفتن نه باز او رقم نیست. اما قالین هم دیگه با نرخ خودش هم نرخ ارزانش دیگه به فروش میرسانیم. باز خدمات کارگوش هم مسئولیت مشتری ما میباشه. بسیار بله تشکر مسعود جان. همی پیش قومای ازبک ترکمن هیجا که بری باز قابلی را که نخوری دیگه چه امکان نداره. همین تو هست نه؟ قابلی افغانستان خصوصا قابلی کباب این دیگه در افغانستان چی که در اکثریت کشورهای دنیا که شما برین باز همین نام ازبک پلاو و ترکمن پلاوی هست دیگه و ایره که ببینی باز دور نخوری در اوج حتی خارج دیگه هیچ امکان نداره. یعنی یک نانی است که تقریبا دیگه بسیار زیاد مشهور است خصوصا در افغانستان. کس میگه باز اولین چیزی که یادش میاد او چی است او قابلی و کباب. این دو چیز دیگه بسیار زیاد مزه دار دیگه. قسمی که ما امروز پیش قومای ازبک ما آمدیم میشه از نمایشگاه بر شما تصویر نشان دادیم. حال دیگه وقت نان شد باز یا لطف کردن دیگه بسیار قابلی مزه‌دار شما خودتون جور کردین. مسعود جان همینجا آشپز ما سیر از تیل کنجد جور کردن. خب بله همین چی جادو از همین دستا که در این قدر مزه‌دار میه همین رقم ما هم جور میکنم. من نین کلا آشپز هستم. بله علت چی است؟ علت تو دم دعا اگه باشه که در ما یاد بدین که ما نه او دم دعا خونست همی نام خدا همی آشپزای ما که هست همین مردمای ازبک که هست خوب آشپز هستن. باز دیگه دمی قابلی پلاو دیگه بسیار استعداد دارن. بله دیگه تیلش هم که تیل کنجد است هم روغن کنجد است که مزه‌دار میه قابلی و دیگه همی گوشت هم که میبینین این گوشت که از سمت شمال میه. گوشت تازه است دیگه. گوشت تازه است از سمت شمال میه. بله از همونجا میخواین به خود چی رقم؟ همینجا قصابه است این مارکت. بله ای از همونجا میره. ای از سمت شمال که است گوشت میطلبه طرف گوسفند میطلبه از هم خود گوشت بسیار شیرین است. بسم الله میکنیم مسعود جان که سرد نشه. بسم الله کنیم. نوش جان. بگیریم مسعود جان. خوردن بازم قصه کردم میریم دیگه. دوستا ما بیشتر گفتم دیگه قابلی دلایتان او شوه. اینجا دیگه گفتیم که کوسن یعنی دوستای طرف های سمت شمال که است قابلی دیگه خاص است بیخی. ما دوستا نان نوشجان میکنیم انشالله برنامه داریم از اینجا بر شما بعضی خالنای دیگه هم بر شما نمایش میدیم. با ما باشین چنل ما رو سابسکرایب کنین و دوستایی که علاقمندی به اینمی قالنای وطنی دارن باز خیر میگم قابلی هم برش بتین دیگه. قابلی هم میتین برش. هیچ مشکل نیست بله ما در خدمت هستیم. خب اینه دیگه فقط قالین هم که خریدین یک قابلی هم اینجا دارین شما جایزه. ما نان نوشجان میکنیم. شما چنل سابسکرایب کنین برنامه بعدی رو هم ببینید باشین با ما باشین. تشکر میکنیم مسعود جان. خواهش میکنم اکه جان بسیار زیاد خوش آمدین. سلامت باشین. دیگه ما یک تحفه به شما داریم. بخاطر که شما زحمت کشین تا اینجا آمدین. تشکر. بیار مصطفی جان. خب این یک نقشه افغانستان است. خب این مکتوبی نوچیز دیگه از طرف ما براتون این به ما ارزشش
خیلی زیاد است، خیلی زیاد است، به خاطر از اینکه نقشه وطن عزیز ما، ولایت‌های مقبول ما، هرات، خب بعض هلمند، مثلا قندهار، غور، و از ولایت‌های بغلان، فاریاب، این ولایت‌ها دیگه دیده میشه. بله. یعنی یک نقشه بسیار زیبا، نقشه وطن عزیز ما، خیلی زیاد دوستش داریم. بله. از جان و دل که ما وطن خود دوست داریم و ما هم بله. ایرا قبول داریم و بالای قلب خود میبریم، چون ما وطن دیگه خیلی ارزش بالا داره. وطن ارزش بالا. تشکر بسیار زیاد. یک یک توفی عالی، چیزی که ما زیاد دوستش داریم و همیشه علاقمند ازی هستیم. دوست عزیز که وطن عزیز ما دیگه این تو رنگای مقبول که حال ساخته شده، این رنگا دیگه هم بیشتر مقبول شود و یک وطن آباد، سربلند، خوشبخت و یک وطن امن داشته باشیم، یک اقتصاد خوبتر داشته باشیم. تا دوستای ما که در بیرون هم هستن و هم بسیار زیاد راحت، کسایی که در هر جای علاقمندی دارن بیان وطن خود زندگی کنن. و دوستایی که تشویش دارن که وطن چال باشه، ان شاء الله وطن بسیار زیاد خوب شده، آرام است، امنیت است و ما هم توفیقتون با دو دیده قبول میکنیم. مالی از توفیقتون. تشکر. سلامت باشین. چیزی گفتنی دیگه دارین؟ تشکر از میهمان‌نوازیتون، تشکر از قابلیتون. خوش آمدین. قابلی خیلی مزه‌دار بود. خوش آمدین. نوش جان. سلامت باشین. خب به خاطر از اینکه ما شما افغاناش کمی زیاد دوست داریم. بله. کل پیسه رسن کم مصرف کردیم. بله. خب دوستان عزیز، تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین. اینم یک توفه و نقشه وطن عزیز ما افغانستان و یک تئورم دیدم میشه دیگه. تئوره خو داریم دیگه، ما مثلا آریانا، بعضی تئوره خود کشور ما، خب بعضی چیزا دیدم میشه اینجا. ان شاء الله کلش دست باف است. ما تشکر از یا ای بود برنامه امروزی ما در بخش تولید وطن. ان شاء الله ما برنامه دیگه هم داریم در بخش تولید وطن، چون ما چقدر که تولیدات وطنی ما بیشتر شوه، ما اما قدر و خود ما استفاده کنیم، نه که زیاد شوه ما استفاده نکنیم. هر چی که بیشتر تولید شد و با کوشش کنیم که از تولیدات وطن خود استفاده کنیم، تا هموطنای ما که فکر کنین یک قالین که یا جور میکنه، ای از کدام قریه و دره و ولایت های دوردست افغانستان می از اونموجه تا اینمیجه که میرسه و ایجا دیگه کلگی از امی یک لقمنان به دسترخوان خود میبره دیگه. این باعث میشه که شما از تولیدات وطن خود استفاده کنید. خارجی ها خود جور هستن، کوشش کنین که ما جور شویم، وطن ما جور شوه. جوانای ما ببینین، بسیار جوانای با استعداد، جوانایی که با انگیزه بسیار عالی کار میکنین اینجا. وقتی که یا را حمایت کردین، تجارای خود حمایت کردین یا سر پای خود استاد شدن، ان شاء الله باز وطن جور میشه، کوشش میکنن زیادتر تجارای ما اینجا سرمایه گذاری کنن. این بود برنامه که من فواد نادری خدمت شما تقدیم کردم. چینل ما رو سابسکرایب کنین، لایک، کامنت، شیر یادتون نره. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همگی.